اگر خواهید که روبر دولت دستگیری کنید در یک موضوع من از شما خواهش دارم که دستگیری جدی نمایید. این هم باشد دستگیری در جاده رشد علم و معارف. ما فکر نسل‌های جوان، نسل‌های آینده رو کنیم. از حالا ما علاقه 100 سالها دیر موندیم. سرعت علم، تکنولوژی، تکنیک در جهان به درجه هست که هر روز تغییرات است، پیشروی است. یک چیزی نو است. برای خواندن تحصیل دختران و پسران در مکتب‌های میانه و آموختن آنها کسب و هنر، علم و دانش جدی کمک کنید، کمک رسانید، تاکید کنید در نمازها، در موعظه خوانیاتان، در روزهای جمعه که فرزندان خواند. ملت بی سواد ماند، دولت آینده ندارد. از همه اهل علما، خادمان دین، از همه روحانی ها، از همه کارمندان کمیته و دیگر علیزیا که همین جاده ما را همه طرفه دستگیری کنید. مکتب رفت، تأثیر آموزگار میماند. بینید چقدر جوانان دست به جنایت زده ایستاده است. لیکن والدین هم باید کار کردنش در کار. والدین هم در پیش آموزگار 5 ساعت 20 ساعت دیگر در قریب یک شبانه روز در پیش پدر و مادر است. لیکن چقدر جنایت ها از حساب جوانان، چقدر جنایت ها است که پیش راهش گرفتن امر محال میشه. یعنی که سوادناکی ملت، مخصوصا امروز سوادناکی جوانان، صاحب کسب و هنرهای زمانوی گشتن، این آینده درخشان تاجیکستان است. وطن ما را صاحب کنیم، دوست داریم، با زبانمان، با قلبمان، با رفتارمان، با کردارمان، با عملمان اثبات کنیم که ما صاحب وطن هستیم. ما دولت داریم، ما وطن داریم. انا در همین جاده و همه شما اهلیزهای مملکت، همه حاضرین، مخصوصا اهل علما، سپارش و درخواست و پیشنهاد و طلب من همین است. انشالله آینده تاجیکستان اگر همین هدفها و مقصدهای نیکی ما عملی شوند درخشان است. سلامت باشید. یک جان تشکر.